چطوری از یک گوشی اندرویدی به عنوان اسپیکر کامپیوتر یا لپتاپ استفاده کنیم. در حال حاضر اغلب مانیتورهای کامپیوتر یا لپتاپ دارای بلندگوهای داخلی هستند. البته که کیفیت این بلندگوها با کیفیت بلندگوهای گرانتر موجود توی بازار برابری نمیکنه، ولی خب کار ما رو در حد شنیدن به وایس یا موسیقی آروم را می‌اندازه. حالا فرض کنید اصلا اسپیکر نداریم یا اسپیکر لپتاپ شما خراب شده. توی این ویدیو من 2 روش کاملا کاربردی برای تبدیل گوشی اندرویدیتون به اسپیکر رایانه آموزش میدم. اولین روش یه روش بیسیم. نرم افزار آدیو ریلی به شما این امکان رو میده که گوشی اندرویدی خودتون رو به یک اسپیکر بیسیم تبدیل کنید. برای ایجاد این اتصال بین موبایل و رایانه باید اول نرم افزار آدیو ریلی رو روی سیستم خودتون نصب کنید. این نرم افزار برای 3 پلتفرم مختلف ویندوز، مک و لینوکس در دسترسه که برای ادامه مراحل باید نرم افزار متناسب با دستگاه خودتون رو انتخاب کنید. بعد از نصب روی رایانه نیازه که این نرم افزار رو روی گوشی اندرویدی خودتون هم نصب کنید. تو قسمت سرور میتونید روی اسم شخصی رایانه خودتون کلیک کنید. بعد از اتصال تو قسمت کانکشن میتونید دستگاه اندرویدی خودتون رو ببینید. الان به راحتی میتونید یه فایل صوتی رو از رایانه خودتون پلی کنید تا صدا از اسپیکر گوشی شما پخش بشه. توی روش دوم اگه به هر دلیلی نتونستین تلفن همراه یا سیستم خودتون رو به اینترنت مشترک متصل کنید، میتونید از یه روش جایگزین استفاده کنید. راه حل دوم تبدیل کردن تلفن اندرویدتون به یه اسپیکر سیمیه که این کار با استفاده از کابل USB انجام میشه. بعد از اینکه برنامه آدیو ریلای رو هم روی سیستم و هم روی موبایل نصب کردیم، با استفاده از کابل USB دستگاه رو به تلفن همراه متصل می‌کنید و حتما در نظر داشته باشین که دستگاه شما به درستی تشخیص داده شده باشه. بعد برنامه رو باز کنید، به بخش اتصال به USB برید که پایین صفحه قرار داره، بعد روی تنظیمات کلیک کنید تا صفحه مرتبط باز بشه. سویچ مربوط به اتصال USB رو فعال کنید، بعد به برنامه آدیو ریلای که توی تلفن همراه خودتون نصب کردین برگردید. توی قسمت سرورها اسم رایانه خودتون رو انتخاب کنید. بعد توی برنامه اسم گوشیتون تو قسمت اتصال‌ها ظاهر میشه. الان راحت میتونید یه فایل صوتی رو پلی کنید. این نرم افزار یه راهکار عالی برای تبدیل گوشی اندرویدی شما به اسپیکره.